سلام، به اولین قسمت از کانال خوش اومدین که این اولین ویدیویی که من میخوام تو کانال بذارم. من تو این کانال سعی میکنم که به صورت روزانه براتون ویدیو بذارم و آموزش های پایتون رو بذارم. تو این دوره تو این کانال ببخشید میخوام پایتون آموزش بدم و کلا چیزای درباره کامپیوتر و اینا آموزش بدم که تو این قسمت میخوایم با پایتون کار بکنیم و میخوایم یه پروژه‌ای بسازیم که یک دکمه هست و کلیکش میکنیم و بعدش به همون مثلا یه پیغام هلو میده. اولا من یه توضیح درباره این کانال بدم که من سعی میکنم پروژه محور بدم و یعنی هیچ آموزشی نمیدم که بیام مثلا بگم مثلا این کتابخونه مثلا کیویه که حالا بعدا باش آشنا میشین اگه آشنایی ندارین، بیاین از 0 تا 100 این کتابخونه رو آموزش بدم بعدش برین خودتون باش پروژه بسازید. نه اینطوری نمیشه و من میخوام پروژه محور برم. خب حالا بدون که دیگه اگه اومدین این کانال بدون که باید اولا کلا برای همه ویدیوها پیش نیاز پایتون باید پایتون رو بلد باشین و وقتی پایتون رو بلدین دیگه لابد پایتون هم دارین. خب دیگه واقعا دیگه لابد پایتون دارین و حالا پایتون بعد از نصب کردن اگه هم ندارین که نصب کنین و پایتون رو یاد بگیرین. اگه ندارین یا بلدین و ندارین دیگه کلا نصب کنین و حالا یه آیدی نیاز دارین بعد از اینکه پایتون نصب کردین. این آیدی رو میتونین خودتون نصب نکنین ولی خب کارتون رو خیلی راه میندازه و من از همین آیدی استفاده میکنم. آیدی چیه؟ آیدی یک جایی که ما داخلش کد مینویسیم ولی فرقش اینه که حالا بهمون کمک میکنه و مثلا من پیو بزنم برام خودش دستور پرینت رو میاره. خب میتونین آیدی رو خودتون نصب بکنین دیگه. آیدی هم یه برنامه است و نه اینکه فکر کنین پایتون آیدی باید نصب کنم. چیز خاصی نیستن و خیلی ساده میتونین نصبشون بکنین دیگه، برنامه. خب بعد از نصب کردن این آیدی و پایتون که من آیدی خودم آیدی وی اس کد رو بیشتر دوست دارم و از این آیدی استفاده می‌کنم. اگه آیدی وی اس کد دارین میدونین که چند تا راه هست تا آیدی رو باز بکنیم. یکیشون اینه که بیایم تو سرچ، میتونیم بزنیم اینجا تو سرچ ترمینال یا میتونیم بزنیم ویندوز پاورشل و میتونیم بزنیم cmd. هیچ فرقی نمیکنه که من cmd رو باز میکنم. پس هر وقت که cmd و کلمش اومد داخل این دوره گفتم یعنی شما میتونید چه پاورشل و چه cmd و چه ترمینال رو باز بکنید. و حالا داخل cmd باید اینجا اولین دستوری که میزنیم cd دسکتاپ هست. فرق نمیکنه همشو بزرگ بنویسین، دیشو کوچیک، کلا کوچیک، هیچ فرقی نمیکنه. خب بعد از نوشتن cd دسکتاپ اینتر بزنین، میان تو دسکتاپ. خب یعنی ما حالا داریم کنترل میکنیم دسکتاپ اونو. مثلا من میگم برو تو پوشه چه میدونم وب پیج یا برو تو پوشه چه میدونم بروزر یا ایمیج یا اسکرین شات، میشیم بیاد تو این پوشه ها. خب من میگم که یه پوشه بساز. من میگم mkdir و اسم پوشه رو میدم، مثلا اسمشو میذارم پرس باتن و میبینیم اینجا برام یه پوشه میسازه و اسمشو میذاره پرس باتن. حالا CLS میزنم و CLS اولا بگم چیه. ببینیم من مثلا چند تا چرت و پرت اینجا بنویسم چند تا ارور بده. ببینین CLS رو که میزنین، CLS وقتی که ارور دارین اینو میزنین و صفحتون یکم خلوت‌تر میشه. همین. و بعد از اینکه حالا CLS رو زدین بیاین اینجا و بزنین CD پرس باتن. چرا؟ چون من حالا داخل دسکتاپ هم هستم ببینین داخل دسکتاپ هم
ولی داخل پرس باتن نیستم. حالا یه بار میزنم cd پرس باتن. شما یه چیز بگم که خودتون میتونستین از اول بجن که این کار بکنین، بیاین پرس باتن تو دسکتاپ بسازین و بیاین cmd رو باز کنین، بزنین cd و بیاین کل آدرس رو بدین. خب و اینجا حالا برای باز کردن در واقع VS کد اینجا بزنین کد فاصله نقطه. خب من قبل از اینکه این کد فاصله نقطه رو بزنم یه توضیح بدم که گفتم اگه اشتباه نکنم گفتم اول ویدیو که پروژه محور میدم و کتابخونه آموزش میدم. کتابخونه شاید خیلیتون بگن چیه؟ کتابخونه یک در واقع قسمتی از پایتون هست که بعد از نصب کردن اون، که بعضی اوقات خود پایتون هم اونو داره به صورت پیش‌ورز، بعضی از کتابخونه ها رو بعد از نصب کردن یا هم که ایمپورتش بکنی، که حالا بتونن میگم ایمپورت چیه اگه باش کار نکردین دیگه کاملا میتونین از اون قابلیت هم استفاده بکنین و برای همین پایتون بهترین زبان برنامه‌نویسی شده. خب من VS کد رو باز میکنم و ثبت میکنم. شما اگر VS کد رو تا حالا نصب نکرده باشین و اولین باری باشه که نصب میکنین، اگه به صورت مستقیم بازش بکنین براتون این صفحه رو میاره که صفحه نیست که ما میخوایم. اولا من این دیلیت بکنم. این صفحه رو براتون میاره که میتونین حتی اینجا فایل و اوپن فولدر یا اوپن فایل بزنید، که من اوپن فولدر دارم تا بعدا اگه مثلا شکلی یا عکس یا چیز خواستم بزنم تو برنامه یا کلا یه فولدر دیگه بتونم این کارو بکنم. خب برای اینکه یک فایل بذارم تو برنامه دو راه هست. بیام تو دسکتاپم و اینجا بزنم پرس باتن، اینجا که در واقع چیزم هست، فولدرم هست، راست کلیک بکنم نیو و تکست داکیومنت و اینجا بیام اینو راست کلیک بکنم داخل روش رینیم و بیام بهش یک اسم میدم. مثلا بهش میدم مثلا میگم پرس باتن. کاری که حتما باید بکنید اینجا باید بهش بگین دات پای بعد از اسمش و این یک کد پایتون میشه. راه دوم اینه که چیکار بکنیم، بیاین اینجا و حالا چون من ساختم راست کلیک بکنین نیو فایل بزنین و همین کار بکنین، یه اسم بدین و بگین دات پای، یا همین کارم این آیکون اینجا بزنین بیان اسمو بزنین و دات پای، همینه. خب تا حالا اومدیم فولدر ساختیم که پروژمون داخلش بسازیم، پروژمون هم ساختیم، فقط کد نویسیم که مهمترین قسمته. خب من قبل از اینکه در واقع هم فایلمون رو بسازیم گفتم که کتابخونه رو بعد از اینکه ایمپورت کردیم میتونیم از قابلیتاش استفاده کنیم. چطور ایمپورت بکنیم؟ اینجا میتونیم بزنیم به راحتی ایمپورت، دستور ایمپورت، که ما میخوام از یک کتابخونه به نام تیکینتر استفاده بکنیم تو اون پروژه، که بهترین راه از نظر خودم برای ایمپورت کردن تیکینتر اینه که بگیم from تیکینتر، یعنی برو تو کتابخونه تیکینتر که این نصب نمیخواد، برو از تیکینتر. ببینین اینطوری ترجمهش بکن برای خودتون. from یعنی برو به تیکینتر و از تیکینتر برام ستاره رو بیار. ستاره چیه؟ ستاره دستور تیکینتر نیست، ستاره در واقعیت میگم که همه دستورات تیکینتر رو برام بیار. خب چه فرق داره که من بگم ایمپورت تیکینتر؟ فرقش اینه که من اگه بگم ایمپورت تیکینتر بعدن برای اینکه هر دستوری یا هر کدی از تیکینتر رو صدا بزنم باید اول تیکینتر رو نویسم، ولی حالا من به راحتی میتونم این کارو نکنم. مثلا ببینید من اینجا میگم روت که صفحه هم هست، روت اسم صفحه همه یا متغیره که اگه پایتون یاد گرفته باشیم میدونم متغیر چیه و آبجکت و اینا چیه. و من اینجا میگم برابر است با، من اگه زده باشم تیکینتر ایمپورت تیکینتر باید بگم تیکینتر دات
تیکه ولی حالا چون در واقعیت من گفتم from تیکینتر ایمپورت ستاره، اینجا میگم تی بزرگ و کی. خب من این کاری که کردم تا حالا پنجره خودمو ساختم. دیدیم به راحتی واسطه از تیکینتر تو 2 خط کد پنجره‌مو ساختم. ولی ببینیم من یه بار رانش بگیرم. میبینین هیچی نشد و یعنی پنجره باز شد ولی زود بسته شد. چرا؟ چون که من تیکه که صدا کردم پنجره‌مو ساختم، ولی خب باید بگم پنجرم تیکه هم بیاد دات از یه دستوری به نام مین لوپ استفاده کنم. من رانش بگیرم و کاملا این 3 خط کد و البته این 2 خط کد رو توضیح بدم. میبینین که میاد برام پنجره میساز. این 2 خط کد داستانشون چیه؟ اومدم یک آبجکت یا متغیر روت ساختم، اسمش رو روت گذاشتم، برابرش کردم با تیکه یا پنجره خودم. تیکه هر جا که تیکه شنیدین داخل تیکینتر میفهمی که طرف یا برنامه‌نویس میخواد یه پنجره بسازه و مین لوپ هم برای اینه که پنجره ادامه پیدا بکنه و همینطوری قطع نشه. حالا من بعداً آموزش میدم که چطوری پنجره رو قطع کنین. آخه پروژه دیگه اینه که دیگه پرس باتن رو که میکنیم پنجره قطع میشه. خب چطوری باتنمون رو بسازیم؟ حالا دیگه پنجره‌مون رو ساختیم. البته من توضیحاتی بدم اولا درباره تیکینتر تا دیگه خیلی دیگه از این قسمت یاد بگیرین و دیگه بدون که ما قصدمون فقط آموزشه. خب چی اینجا اگه میخوان مثلا این همین روتتون یا این صفحتون بزرگتر بشه، میتونین اینجا بگین روت دات جیومتری و اینجا 2 تا پرانتز، یک در واقع استرینگ باز میکنین و اینجا داخل استرینگ میتونین هر چی میخوای بدین. مثلا میتونین بگین 500 x 500 چی میشه. تازه پنجرم چطوری بود، حالا چطوری میتونین اندازه خودتون بدین، میتونین حتی کوچیک‌ترش هم بکنین. مثلا بگین 100 x 100 یعنی 100%. و میبینین حالا من مثلا میکنمش 500 در 500. خب کار بعدی که میکنین احتمالا شاید بگین اینجا ببینین اینجا تایتلش هست تیکه. این تایتل رو که نوشته اینجا تیکه شاید بخوان عوضش بکنین. اگه بخوان عوضش بکنین کافیه اینجا بگین روت دات تایتل و روت دات تایتل اینجا یه تایتل بدین، یک پرانتز باز کنین و میگه خودش داره میگه ویس کد توضیح میده، میگه یک استرینگ بده و نان به برابر با نان یعنی دست خودته و میتونی هر چی بخوای بدی. خب مثلا من میگم press button نمیبینی اینجا برام press button نوشت بجای تیکه. خب و اگه حالا خواستین دوباره تیکه بشه نیاز نیست اینجا بنویسین تیکه، کافیه این خط کد رو پاک بکنه خودش تیکهش بکنه. خب فعلا دیگه همین رو من میگم، بعدن میرسیم به چیزایی و مثلا RGB و اینا میرسیم کاملا بهتون آموزش میدم که این صفحه کاملا میان این صفحه رو انگنه زیبا میکنین که خودتونم باور نمیکنین. یعنی فعلا کار با دیزاین نداریم و یه پروژه خیلی ساده میخوام بهتون آموزش بدم بسازین برای اولین پروژه. خب و اینجا میخوایم باتنتون رو بسازین. چطوری باتن میسازیم تو تیکینتر؟ میایم اینجا یک در واقع آبجکتی یا یک متغیری میسازیم. مثلا اسمش رو من میذارم btn1 و برابرش میکنم با اگه اینجا ببینین این کارو نمیکنیم و میگفتین ایمپورت تیکینتر، اینجا باید میگفتین تیکینتر دات باتن. ولی به لطف این دستور بالا میتونین اینجا بزنین باتن با بی بزرگ که خود ویس کد گفتم دیگه چون آیدی کمک میکنه.
و یه چیز اول بگم بعدن بیایم ادامه این کدا. ببینین من اگه بیام تو اکستنشن ها، ببینین ویس کد بهتون کمکی نمیکنه و کد ادیتور هست. چطوری آیدیشو بکنیم مثل من؟ بیاین اینجا این 4 تا مربع که اکستنشن روش نوشته رو بزنین و اینجا حالا چون من خیلی چیز میزنس کردم اینجا بزنین خودتون پایتون. حالا چون من به اینترنت وصل نیستم شما بزنین پایتون و من پایتون چون نصب دارم ببینیم پایتون و پایتون مایکروسافت و پایتون لنگویج ساپورت ویث اینا رو نصب کنین این نسخه رو و این پایلنس و پایتون دیباگر رو خودش نصب میکنه. اگه اشتباه نکنم خودش نصب میکنه چون من نصب نکردم. اوکی شد ولی ببینیم باتنمو یه بار رام بکنم باهاش. یعنی این کار کردیم این چی نیست تو صفم. حالا من توضیح میدم چرا هیچی نیست. چون من اینجا باید بگم که اسم آبجکتم داخل تیکیندر باید این کار بگیم آبجکتمون مثلا btn1 بیا دات پک شو. پک میاد اینو نشون میده و تو صفحه هم میتونم این رو ببینم. حالا من یه بار اینو رام بگیرم ببینین حالا یه باتن نشون داده شده نمیدونم میبینین یا نه. حالا باید بزرگش کنیم یه تکست بهش بدیم تا ببینین. البته ببینین بعضی اوقات پروژهتون 3-8 تا حتی ممکنه تا بگیم پروژهتون اومدیم و 1000 تا روت داشت. اون وقت مجبورین بگین که این باتن تو کدوم روته. اینجا اگه من باتن رو دوباره بنویسم ببین اینجا میگه مستر یعنی روتش یا اتاقی که میره داخلش. من میگم روت. کار بعدی که اینجا باید بکنیم باید بهش بگیم تکست. حالا میتونین چیزای دیگه هم بدین شما من فقط بهش میگم تکست. حالا من اگه بیام تکست و یه تکستی بهش بدم تکستم استرینگ بکنم مثلا بگم کلوز اپ چون میخوام اپ هم بسته بشه یه بار رانش بکنم. ببین من بهش دادم تکستش بشه کلوز اپ و اومد تکستشو کرد کلوز اپ و اومد ببین اینجا یک کلوز اپ دارم که هیچ کار نمیکنه و اپو نمیبنده چون دیگه به تکست نیست. شاید یکی خاص کلوز اپ بگه بعدش یه اپ دیگه باز کنه به تکستش نیست. اگه میخواین بگین وقتی این باتن کلیک شد یه اتفاق بیفته اینجا باید یه کاما بزنید در واقع بین هر قابلیتی که به باتنتون اضافه میکنید یا به ویجتتون. ویجت یعنی باتن لیبل اینایی که کاربر میبینه. باید مثلا من ببین اینجا یه روت گذاشتم و بعدش اومدم گفتم کاما تکست. اینجا باید بعد از اینکه تکستم کامل کردم بگم بچه بیرون از استرینگ فقط دقت کنین اینجا بگم کاما و بعدی برای اینکه چیز بشه کلیک بشه. اولا من چیز بگم که اگه میخوام باتنتون رنگی کنیم میتونیم بگیم BG یا بک‌گراند برابر است با یه رنگی مثلا یلو یارم بگیرم من ببینیم باتنم یلو میشه. حالا بریم جزئیات رو ول کنیم و بریم بگیم حالا اگه باتن کلیک شد چه اتفاقی بیفته. من احتمالاً هم درسته که من پروژه محور میرم ولی احتمالاً دوره تیکینتر رو اینا رو بزنم چون چیزای محبوب هستن و یعنی با استفاده از اونا بیشتر پایتونیستا استفاده میکنن از اینا. خب حالا بیجیر کردم یلو کاما دوباره و میگم کامند میاد کامندشون یعنی کلیک شدن یا میگم اگه کلیک شدن اسم روتو میگم و میگم دات کلوز ببخشید دات دیستروی. حالا یه بار بیایم ببینیم چیکار کردیم. گفتیم اگه رو این کلیک شد کامند یعنی کلیک شد بیا این روتمو دیستروی کن نابود کن دیگه. یه بار رانش میگیرم ارور میده چرا ارور میده ببینین میگه این اپلیکیشن دیسترو شد. چطوری میخوای این کارو بکنی؟ منظورش اینه که اپلیکیشن دیسترو شده و از این حرف
چرا دیستروی میگه شد؟ چون اینجا ببینین هر وقت که میخواین یه تابع بسازین، حالا تابع آماده داره تیکینتر رو داد دیستروی داره، چون تابع آماده داشت من دیگه اینجا مستقیم نوشتم. وقتی اسم تابع رو میدین اینجا دو تا پرانتز رو نذاریم برای تابع. میبینین که قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته اون تابع اتفاق میفته. یه بار رانش بکنم، میبینین این باز میشه، روش کلیک میکنم و اپ کلوز میشه. خب بچه ها دیگه برای این قسمت کافیه. میبینیم که 20 دقیقه هم شد دیگه و زیاد شد. امیدوارم چون اولین جلسه است امیدوارم یکم در واقع حوصله به خرج بدیم و بیاین این جلسه رو کامل نابود کنین، چون اگه فقط پایتون رو بلدین این جلسه ها و این کانال خیلی میتونه براتون مفید باشه. و خب دیگه برای این جلسه کافیه. خدا نگهدار تا جلسه بعدی که انشاءالله من فردا اونو ضبط میکنم.